داستانی کل ازبکستان روز 4 ایول سال 2022 در یک بریفینگ خبر داد که در جریان پراکنده کردن اعتراضها در شهر نقوز، مرکز ماموری جمهوری قرقلپاکستان یک منطقه مختار تابع ازبکستان دست کم 18 نفر به علت جراحت‌های برداشتهشان به هلاکت رسیدند. 243 نفر دیگر از جمله 38 کارمند مقامات حفظ حقوق جراحت برداشتند. داستانی گفت 516 نفر از اشتراکچیان بی‌ترتیبی‌های عمومی در نقوز دستگیر شدند. ابرار مماتوف نماینده دادستانی کل روز 4 ایول در بریفینگ در اگنتی اطلاعات ازبکستان گفت در رابطه با حادثه‌های نقوز از جانب این نهاد روز 2 ایول بر اساس چندین بند کودکس جنایتی ازبکستان از جمله قسم 4 ماده 159 کوشش غصب حکومت و یا سرنگون کردن ساخت کانستیتوسیونی پرونده جنایتی باز کردند. تنها بر اساس قسم 4 ماده 159 به دستگیر شدگان از 10 تا 20 سال زندان تهدید میکند. ابرار مماتوف گفت چاره‌بینی‌های تفتیشاتی و فوری و جستجویی قطعاً طبق قانون پیش برده شده برای تامینات فعالیت قانون و ناگزیر بودن جزا تمام چاره‌ها اندیشیده میشوند. مماتوف گفت جستجوی گناهکاران هنوز ادامه دارد. اعتراضها در نقوز شام 1 ایول در واکنش به برداشتن عباره‌های مربوط به مستقلیت قرقلپاکستان و حقوق ساکنان آن به جدا شدن از هیئت ازبکستان سر زدند. مقامات برای پراکنده کردن اعتراضها از نیرو و سلاح استفاده بردند. روز 2 ایول الکی بعد با استفاده از نیرو پراکنده کردن اعتراضگران، پرزیدنت ازبکستان شفقت میرزیایف خودش شخصا به نقوز آمد و وعده داد که در قانون اساسی تمام کفالت‌های مربوط به مستقلیت قرقلپاکستان را حفظ خواهند کرد.